خب یه گوشی آوردم که مشتری میگه که وقتی تو شارژ میزنم 12 ساعت طول میکشه، میزنه 12 ساعت تا پر شدن باتری. معمولا تو این حالت ها خود سوکت شارژ مشکل داره. سوکت شارژ اینم ببینی، نمیدونم توی دوربین دیده میشه یا نه، کل سوکت اصلا نمیدونم گچه چیه، گره خاک پره و سوکت یه جورایی باز شده، آسیب دیده این سوکت. اول میریم سراغ تعویض سوکت ببینیم چی میشه. این گوشی از پشت باز میشه، پس گوشی رو به پشت میذاریم روی سپراتور. این دستگاه دستگاهیه که از این صفحه گرما به طور یک نواخت به پشت گوشی وارد میشه. دما رو روی 83 درجه گذاشتیم. 83 درجه دماییه که معمولا به گوشی آسیب نمیرسه. حالا 83 80 تا 85 باشه خوبه. یک دقیقه بمونه روی سپراتور، برش میداریم. این چنین چیزایی که پشت گوشیه استفاده میکنین. از یه طرف بلند کنین، چسب گوشی رو دور تا دور این چسب دیگه. خوشبختانه چسب شل بود و پشتش هم راحت باز شد. مرحله بعدی باز کردن پیچ هاست. من از پیچ گوشی برقی استفاده میکنم که دستساز خودمه. اینو داشتم، نوکشم خودم درست کردم. کلا کسایی که تعمیر کار میشن ترفند زیاد میزنن. این پیچایی که معمولا تو گوشی ها استفاده میشن به غیر از آیفون معمولا 4 سو هم. شاید یکی دو تا توشون از T6 یا T5 هم استفاده میشه. پیچایی که 5 پرن یا 6 پرن استفاده میشه. بعد از شل کردن پیچا از یه پنس استفاده میکنیم و پیچا رو از روی شاسی جدا میکنیم. دقت کنیم که پیچا شاید یه موقعی توی قسمتی از این گوشی یه پیچ یه مقدار بلندتر باشه یا یه پیچ یه مقدار کوتاهتر باشه یا یه مقدار پهن‌تر باشه. به اینا توجه کنین. اگه یه نقطه یه پیچ بلندتره حتما اون قسمت رو علامت بزنین که اون پیچ رو جای دیگه نبندین، چون احتمال داره این پیچ بره و از اون طرف به بورد یا به خود LCD آسیب بزنه. این نکته خیلی مهمیه که تو اول کار واقعا تعمیرکارا ازش ضربه خوردن، چون LCD این دستگاه واقعا گرونه. این مدل هم مدل A50 S. LCD شلوش 3-4 میلیون قیمتشه. مرحله بعدی چیشو جدا میکنیم. مرحله بعدی از یه پیک از ناخن من انقدر کلوف شده از ناخن استفاده میکنم. خارای پشت گوشی رو آزاد میکنیم به همین راحتی. اینم بلند میکنیم میذاریم اینجا توجه کنین روی بورد یه پیچ هست. این پیچ معمولا کوتاه‌تر از پیچ‌های دیگه است. اینو جدا میذاریم، همونطور که گفتم ناکنین کوتاه‌تره. اینو جدا میذاریم یه قسمت دیگه که موقع بستن اشتباهی پیچ بلند رو نبندیم، چون اگه ببندیم اون طرف LCD رو میشکنه. اینجا هم توجه کنین این فلت قسمت بالاش بلنده، نیازی نیست این قسمت بالا رو جدا کنین، چون خیلی بلنده بزرگه معمولا آسیب میبینه. اینجا رو جدا نکنین. اینم مال LCD جدا نکنین، فقط این فلت رو جدا کنین که مربوط به بورد پایینی، بورد شارژ این دستگاه میشه. این مربوط به سنسور اثر انگشته. اینم جدا میکنین. اینم که مال آنتن آروم جدا میشه، از خار جدا میشه. و حالا میریم سراغ جدا کردن بورد. این سوکتیه که میخوایم عوض کنیم. این سوکت داخلش رو ببینیم پر چیزه، گرد و خاک و ایناست. این قطعه هم که سوکت هندزفریه. اینجا ما میکروفون رو داریم، سوکت مربوط به سنسور اثر انگشت، سوکت سیم آنتن. اینا هم مربوط به آنتن هوایی دستگاهه. خب مرحله بعدی جدا کردن این سوکت معیوبه. خمیر فلکس میزنیم. خمیر فلکس گرمای هیتر رو به طور یک نواخت انتقال میده. باید خودش جدا بشه، بکشی ضربه میخوره، پایا کفکم میشه، پس باید خودش جدا بشه. تمام. خب دیدین دیگه سوکت رو جدا کردم. مرحله بعدی باید لحیمای قبلی که روی کار هستش و همه رو از بین ببریم.
یعنی لحیم از چسبی که خود کارخونه روی سوکت زده. اینا رو با نوک اوویه تمیز میکنیم. بعد از نوک اوویه رو از این پدا میفروشم. نوک اوویه رو تمیز میکنیم، از سیم قلکش استفاده میکنیم و لحیمی که از قبل روی برد هست و همه رو میگیریم. مرحله بعدی تمیز کردن بردمونه. از یه گوشت‌پاک‌کن استفاده میکنیم، کثیف‌های روی برد رو برمیداریم. بعد از اون برد رو شستشون میدیم. بعد خمیر فلکس میزنیم. بعد هم خمیر قل. این خمیر قل تو دمای 180 درجه ذوب میشه و به ما این امکان رو میده که خیلی راحت‌تر بتونیم کار کنیم، یعنی خیلی فنی‌تر کار کنیم. تو مرحله بعد با استفاده از هیتر گرما میدیم. این خمیر قلی که هست خودش روی پایه ها جمع میشه، به این خوشگلی پایه سازی میشه. بعد پایه سازی میریم سوکت شارژمون رو جا میزنیم. برای اینکه مطمئن بشم پایه سازی درست انجام شده، یک بار زیر میکروسکوپ پایه ها رو چک میکنم. بله، این پایه های اول قل به خودش نگرفته. اینو دوباره بهش با استفاده از یک نوک‌آویه و مقداری قل بهش قل اضافه میکنیم. تمام. خب کار پایه‌سازیمون انجام شد. دوباره با استفاده از هیترمون میریم این سوکت شارژ نو رو جا میزنیم. سوکت شارژ رو من با یه پنسی که مناسب این کاره میگیرم. برد هم با یه پنس دیگه از یه قسمتی که مثلا من از سوکت هنسفری استفاده میکنم. چرا؟ چون از یه قسمتی که برد خالیه باید استفاده کنیم. این دستگاه هیتره. گرما با استفاده از باد باعث ذوب شدن قلمون میشه. با استفاده از این هیتر یه جا ثابتش کردم که بتونم تنهایی این سوکت رو جا بزنم. این پایه‌سازی که انجام دادم، دوباره با استفاده از این هیتر این قل رو آب میکنم. نگاه کنین نکته که باید اینجا توجه کنین، میکروفون کنار سوکت قرار گرفته. گرما رو باید جوری بدیم که به میکروفون آسیب نرسه، چون این میکروفون ها خیلی حساسه به گرما. یک نواخت گرما رو که دادیم سوکت رو جا میزن. حتما دقت کنین که سوکت سر جای خودش قرار گرفته باشه. تمام. حتما بعد از پایان کار این خمیر یا همون روغن فلکس یا خمیر فلکسی که روی کار میزنیم اینو حتما بشوریم، چون تمیزی کار خیلی مهمه. چون بعدا این روغن اگه رو کار بمونه میره داخل سوکت و باعث میشه که سوکت دوباره خوب کار نکنه. خب کار جا زدن سوکتمون تموم شده. میریم برای تست کار. سوکت رو میذاریم سر جاش. خب اگه یادتون باشه گفتم که این پیچی که روی برده است یه ذره کوچیک‌تره. این پیچو جدا گذاشتیم اون طرف. دوباره میایم میبندیم روی کار. آروم. سوکت مربوط به سنسور اثر انگشت رو جا زدیم. سوکت مربوط به برد شارژمون هم جا زدیم. سیم آنتن هوایی رو جا میزنیم. تمام. در پشتش هم میذاریم. در پشت از پایین جا میزنیم میریم بالا. خب بریم تستش کنیم. 57 دقیقه تا شارژ کامل. در صورتی که قبلا زده بود 12 ساعت.